صورتش جدا بسیار الف بای صورتدار صورتش جدا بسیار. سلام بچه های عزیز، درس ما زبان مادری است. موضوع امروزه ما الف بای زبان تاجیکی است. تا انجام درس شما با همه حرفهای الف بای زبان تاجیکی شناس میشوید. آوازهای الف بای زبان تاجیکی را درست، برا و بی خطا تلفظ کرده می توانید. بچه های عزیز، شما می خواهید با حرفها شناس شوید؟ پس با دقت باشید. اینک الف بای زبان تاجیکی. ا ب و گ غ د ی. خیلی خوب، تکرار کردیم. ا ب و گ غ د ی. یا ژ ز ای دراز. آفرین. یا ژ ای دراز. بچه های عزیز، در اینجا گفتن لازم است که ای و ای دراز یک آواز را ifade می کند. از این رو ای دراز را بعضاً ای زدناک می گویند. یوت، ک، ق، ل، م، ن، آ. تکرار کردیم بچه عزیز. یوت، ک، ق، ل، م، ن، آ. آفرین. پ، ر، س، ت، او، ا، ف. خیلی خوب، تکرار کردیم. پ، ر، س، ت، او، ا، ف. خ، ه، چ، ج، ش. اکنون نوبت شما تکرار کنید. خ، ه، چ، ج، ش. سکته، ا، یو و یا. تکرار کردیم. ا، یو، یا. خیلی خوب. انا اکنون بچه های عزیز بیایید یک جای سرودی الف با را می سراییم. این چی صدا است؟ زززز. بله، آواز است. آوازها گوناگونند و با حرفها ifade می شوند. زن بر، ز.
آوازی ز با حرف ز ifade کرده می شود. آوازی ژ با حرف ژ ifade کرده می شود. آوازی ش با حرف ش ifade کرده می شود. آوازی ر با حرف ر ifade کرده می شود. آوازی خ با حرف خ ifade کرده می شود. بچه های عزیز، بیایید اکنون آوازها را دیده می براییم. ا انگور، ب باران، و وقت، گ گلدان، غ غاز، د دارو، ژ ژوله، ز زاغ، ای انسان، یوت یاد، ک کتاب، ق قوقو، ل لالا، م میمون، ن نهنگ، آفتاب، پ پلنگ، ر ریحان، س سنگ پوشت، ت توتی، او عقاب، ördek، ف فیل، خ خرپوشت، ه حیوان، چ چوجه، ج جراب، ش شیر، سکته صعبه، لک. اینک بچه های عزیز، ما با آوازهای الفبای زبان تاجیکی شناس شدیم. تکرار کرده دستانا در مکتب و در خانه، آموزیم آواز و حرف از علمی جاویدانه. تکرار کرده دستانا در مکتب و در خانه، آموزیم آواز و حرف از علمی جاویدانه. آموخته گر توانید کتابچه ها میخوانید، آموخته گر توانید کتابچه ها میخوانید. بچه های عزیز، شما امروز چی رو آموختید؟ با حرفای الفبای زبان تاجیکی شناس شدید. من باور دارم که شما همه حرفای الفبای زبان تاجیکی رو از خود کردید. آوازهای الفبای زبان تاجیکی رو درست، برا و بی خطا تلفظ کرده می توانید. بیایید فکر کنیم. برای آنکه خوبتر از خود نماییم و در خاطر نگاه داریم چی کار کردن لازم است؟ بله، هر روز آواز و حرفا رو تکرار کردن لازم است. تا درس آینده شما از روی کتاب الفبا و با تماشای تکراری نوار می توانید که تلفظی آوازها را بیشتر مشق کنید و دانش خود را دایر به درس امروزه مستحکم نمایید. خیر بچه ها، تا درس آینده.